یا رقیه امشب فاطمیه چه خبره؟ امشب تو فاطمیه سوزهای دیگری به گوش میرسه. خادم حرم بی بی رقیه میگه دیدم یه زن مسیحی فرانسوی وارد شد تو حرم، دیدم 2 قالیچه خیلی گرانبها آورده، میگه اینا تقدیم بیه. گفت میشناختمش. بهش گفتم خانم من شما رو میشناسم، شما همسایه حرمی اما مسیحی فرانسوی، دلیل اهدای قالیچه ها چیه؟ من خادمم، دلم میخواد بدونم کجا دارم خدمت میکنم. گفت به اقتضای کار شوهرم از فرانسه ما اومدیم دمشق، اومدیم اینجا تو همسایگی بیبی خانه گرفتیم. شبای اولی که آمدیم تو خانه مستقر شدیم، یه شب یه صدای ناله میاد، یه صدای گریه میاد به این زنی که مستخدم ما بود. گفتم این صدای گریه چیه؟ کیان دارن ناله میزنن؟ گفتن اینا دارن برای دختر 3 ساله گریه میکنن. گفتم کی از دنیا رفته؟ تازه از دنیا رفته؟ دیروز از دنیا رفته؟ کی؟ گفت بیش از 1000 سال این دختر از دنیا رفته، اما این شیعیان میان براش گریه میکنن. یه اعتقاد خاصی مردم بهش دارن. گفتم میشه بگی این دختر کیه؟ گفت این دختر یکی از اولاد پیغمبر آخر الزمانه، باباش حسین پسر دختر پیغمبر آخر الزمانه. گفتم چی شده این دختر رو اینجا آوردن؟ گفت باباشو کربلا با لب تشنه کشیدن، این دختر رو اسیری آوردن، یه دل شبی دختر دلش بابا میشه. دختر دارا امشب دارن خیلی گریه میکنن. انشالله سفید وقتی دختر تو ببینی. آی وای آی آی یه شب دلش درگ باباش میشه، به جای این که برن دلداریش بدن. یزید امیر وقت خلیفه وقت میگه سر بریده رو براش ببرید. سر بریده رو که میارن کنار سر بریده دختر جون میده. یا ابا عبدالله میگه این خادمم، این مستخدمم که این جریان رو برا من گفت، یه غمی تو دلم نشست، مهر این دختر تو دلم جا گرفت. گفتم عجب بیرحم بودم. گفت بعضی روزا که خسته می شدم رفتم می دیدم مردم چطوری نظری میدن، اونجا می نشستم نگاه به قبر این دختر می کردم، یه آهی براش می کشیدم، می گفتم تو دلم چقدر بیرحم بودم. می اومدم از حرم بیرون، میگه گذشت این ماجرا تا من باردار شدم. میگه روزهای آخری بود که دیگه باید بچه به دنیا می اومد. یه روز دیدم همسرم غمگینه. گفتم همسرم چیه ناراحتی؟ گفت دکتر گفته اگه این بچه به دنیا بیاد شاید مادرش زنده نمونه. آی مریض داره. امشب شبش اینطوری ناله میزنی برای دختر 3 ساله میخوای درد دل کنی، اینجوری قربونت برم این پروا ناله بزن.
افتیدم غم شمارم و منم غمگین شدم تا روزی که باید میرفتم بیمارستان. میگه رفتم بیمارستان، شوهرم گریه میکنه اما آرام آرام. میگه رو تخت بیمارستان گفتم خدایا من غریبه، اینجا نه خواهر کنارمه نه مادر کنارمه، هیچکی ندارم. وقتی درد به اوج میرسه اول فرجه ها. اگه امشب ناله بزنی گریه کنی شاید اول گشایش در کارت در امرت باشه ها. امشب گریه کن، دردای دلتو به دختر 3 ساله بگو. این دختر میدونی تو رو به کی سفارش میکنه؟ هی میگم و عباس بیا، برادر علی اکبر بیا. یا الله یا الله، چه خبر امشب فاطمیه؟ ما یه اعتقادی این حرفا میزنم، میخوام بگم ام البنین شما امشب بیا، یا زینب شما امشب بیا، بیبی فاطمه شما امشب یه عنایتی، یا رسول الله شما یه عنایتی بفرما. گفت گریم گرفت، گفتم آی رقیه آی رقیه من مسیحیم تو مسلمانی، تو دختر امامی، بابات پسر دختر پیغمبر آخر زمان بوده، یعنی اگه یه مسیحی بهت رو بزنه روشو نمیگیری. میگه اینو گفتم گریم گرفت، گفتم بیبی جون غریبه، بیبی جون دارم از درد میمیرم کمکم کن. میگه گریان جوری شد از هوش رفتم چیزی نفهمیدم، یه مرتبه با صدای گریه شوهرم بیدار شدم، صدا زدم ببین این بچه‌مونه به سلامت به دنیا اومده، تو به کی پناه بردی؟ بابا دکترایی که گفته بودن این بچه مادرش میمیره یا خود بچه میمیره، تو به کی پناه بردی؟ گفتم من به 3 ساله حسین فاطمه پناه بردم. حسین آی مردم ببینید، میگه برای دختر 4 ساله، میگه برای مریض دیگه دعا کنید. بابا اومدن امشب شفای مریضاشون از اشکای چشم شما بگیرن. بابا این اشکا و این ناله ها اثر داره. قربون معرفتت برم، میگه به خدا امشب دست خالی نمیری. یا رقیه خیلی خوندن روزه رقیه رو براتون، غروبی تو مقتل یه چیزی خوندم، به خدا همین غروبی دلم شکست، گریم گرفت، گفتم خدایا چه کردن با این اولاد پیغمبر. گفت لحظه های آخر تو وداع آخر که ابی عبدالله صدا زدی از زینب، یا رقیه یا کلثوم یا سکینه یا رباب، همه رو صدا زد. بچه های مسلم رو صدا زد، دخترای مسلم همه خداحافظی کردن. اما یه مرتبه سکینه ای دختر 3 ساله ای خواهر کوچولوش آغوش گرفت، گفت خواهرم بابا داره میره، اگه میخوای یه بار دیگه بابا رو ببینی صداش بزن. میگه این دختر برگشت گفت بابا نمیخوام مانع رفتنت بشم، صبر کن یه بار دیگه صورتتو ببوسم بابا. این دختر اومد جلوی ابی عبدالله دستارو باز کرد، این دختر آغوش گرفت، گفت بابا نرو اینا میکشنت بابا. بابا اینا
امو ابوالفضلم و کشتن بابا. بابا این علی اکبرمونو کشتن بابا. نرو بابا پیشم بمون بابا. بابا همینجا پیشم بمون. بچه است میگه یه مرتبه گفت بابا تشنمه بابا. بابا جگرم داره میسوزه. یا ابو عبدالله یا ابو عبدالله هوا گرم شده تشنگی بهت اثر میکنه حالا روزه رو بهتر تحویل میگیری. گفت بابا جگرم داره میسوزه. آی دختر دارم دیدید این بچه کچولون این دختره تا یه چیز میخواد هر جوری شده میگی بابا برات فراهم میکنم چگونه حسین فاطمه. گفت دخترم میرم برات آب میارم. یه قدم ابی عبدالله برداشت یه مرتبه گفت بابا آب نمیخوام. نرو بابا. بابا آب نمیخوام. نرو بابا. نرو بابا اینا میکشنت بابا. بابا بابا میگه ابی عبدالله هر جوری بود این دختر رو آرومش کرد. من این روزه رو از زبان یکی از علما برادرم جناب آقای سنایی هم شاهده ایشون این روزه رو خوندن. من جایی ندیدم اما خیلی آتش میزنه دلو. میگن نمیدونن ابی عبدالله صورت گذاشت رو صورت این دختر بعد لبهاشو آورد کنار گوش این دختر یه چیزی گفت. دیدن دیگه رقیه نشست کنار خیمه این زانوها رو بغل گرفت دیگه حرفی نزد. زینب من چی گفت ابی عبدالله به این دختر؟ یا الله یا الله یا الله بی حاجت ناله نزنی ها. زینب من چه گفت؟ رفت ابی عبدالله گذشت روز عاشورا. زینب دیدی دختر مثل یه جوجه افسرده سر زیر پر برده حرف نمیزنه. امه جون امه جون چی گفت بابا به من؟ گفت امه قول دادم به بابا به کسی نگه. بابا ازم قول گرفته به کسی نگو. هر منزل که میرفتن گفت امه جان رقیه چی گفت بابا به من؟ گفت امه قول دادم به بابا به کسی نگه. ای اونایی که بیرون نشستید شما ناله بزنید. خوش به حالتون مردم. خوش به حال اونی که امشب میتونه صدای گریه حجت ابن الحسن رو بشنوه. فدات بشم آقا قربونت برم. میدونم آلودم اما بدم. میدونم آلودم و بدم اما دوست دارم آقا. هر منزل میرسیدن تا رسیدن آخرین منزلی که میخواستن وارد شهر شامشون کنن. زینب گفت امه جان رقیه اگه به امه نگی امه میمیره. گفت امه تو دیگه نمیر امه باشه بهت میگم امه من که بابا ندارم تو دیگه نمیر. امه من که دیگه امو عباس ندارم تو دیگه نمیر. تو دیگه نمیر. امه من که علی اکبر برادرم و ندارم تو دیگه نمیر. نمیر امه. گفت باشه امه جان امه نمیر بهت میگم بابا چی گفت با زبان بچگانه به شیرین زبان خودش. گفت امه بابام گفته میام خرابه شام میبرم. شام کجاست امه؟ گفت امه دروازه شامه. جانم جانم کسی یا حسین بگه و جواب نگیره. نه نمیشه. یا حسین بگو امشب انشالله جواب میگیری. به 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 این ناله ها. آی بمیره
گذشت ماجرا زینب اومد مدینه زنا می اومدن زینب خودش روز خون کربلا شده هی میگن یا زینب بگو به تو کربلا چه گذشت میگفت بیبی همه گریه میکردن اما تا به شام میرسید میدیدن بیبی داره شونهاش میلرزه گفت همه داغای طرف اونی که کمر زینب و